الان بابای قشنگم میخواستم مسافر خارجیم ببرم جزیره هرمز. رفتم از این اتوبوس وی آی پی ها گرفتم، رفتم اسکله حقانی. اسکله حقانی از این مینیبوس برقیات سوار شدیم، رفتیم جلوی آفیسش، اونجا بلیط خریدیم 105,000 تومان. از اونجا رفتیم رو عرشه کشتی نشستیم، به خاطر که هوا خیلی گرم بود، چون بارون نیومده بود، حداقل خنکمون بشه. شب می‌خواستیم بریم تو جزیره دور دور که به خاطر حجاب پلیس گرفتم. خلاصه فردا صبحش یه توک توک دربست کردیم 1,200 که بریم گشت دور جزیره، اما قبلش تو اقامتگاهمون چون خیلی قشنگ بود عکس خیلی خفن گرفتیم و خلاصه راه شدیم. اول رفتیم الهه نمک. الهه نمک هم که کلی موزیسینای خفن اونجا نشسته بودن، کلی صنایع دستی میفروختن. بچه‌ها رفتید جزیره ازشون خرید کنید. اینا فقط 6 ماه از سال بازار دارن، بقیه سال بیکارن. بعدش هم که دیگه رفتیم هتل ماجرا. هتل ماجرا هم قرار بود از 2 هفته دیگه بره تو جاباما، فکر کنم هم گرون باشه، شبی 4-5 میلیون احتمالاً. دیگه بعدش هم رفتیم آبگوها خوردیم، رفتیم غار نمکیر ببینیم. غار نمکی هم که دیدیم دیگه، بعدش رفتیم غار دره رنگارنگ. دره رنگارنگ هم که چون بارون نیامده بود اصلا رنگ نداشت. بعدش هم چیز دره مجسمه ها، دره مجسمه شد و بهشت دست فروشا. دیگه جنگل حرا دیدیم، ناهارم خوردیم و رفتیم موزه دکتر نادعلی. موزه دکتر نادعلی خیلی خوشم میاد، خیلی حس و حالش خوبه. 2 تا مگنت هم خریدیم، دونه 100 تومن. دیگه بعدش هم رفتیم با قایق سواری دور جزیره. منم که عاشق قایقه دیگه، یه مشتم قایق راندم دور جزیره، ولی ساحل مفنح خیلی کثیف بود. بچه‌ها مشغول ذمه ساحل کثیف نکنید. رفتیم کافی شاپ اونجا، چون روسر نداشتم روسر جنوبی بهم دادن. دیگه غروبم که خیلی قشنگ بود، رفتیم ساحل سرخ و ساحل نقره‌ای که دیگه بعدش هم فرداش هم بلالود زدیم و اومدیم که برگردیم شیراز، اما رو عرشه کشتی یک بزن برقص کردیم، جاتون خیلی خالی بود. دیگه بندر عباس رفتیم، یه نهار خوشمزه زدیم و برگشتیم.